همه برندهایی که تو دنیا وجود داره زیر مجموعه 10 تا برندن. مارس صاحب همه شکلاتایی که روی کره زمین وجود داره، هم M&M's، هم خود مارس، هم سنیکرز، هم داو، هم تویکس، هم کلی کوفته دیگه. و P&G صاحب همه چیزایی که باشون تمیزکاری میکنیم، هم ژیلت، هم کرست، اورال بی، هد اند شولدرز، پنتن، تاید، حتی چیپس پرینگلز. و شاید باورت نشه حتی برند براون. فکر کنم همه مامانمون یکی از اتوموهاشو دارن. فکر کن چیپسی که میخوری با ژیلتی که استفاده میکنی هر دوشون از یه برندن. حالا میرسیم به برند نسله. لوریل، گارنیر و ویشی برندهای آرایشی بهداشتی ان، مال نسلن. حتی دیزل و رالف لورن که برندهای لباسن. و پپسی صاحب همه چیپسایی که میخوری، هم چیتوز، هم لیز و حتی KFC. به خاطر همینه که توی KFC نمیتونی کوکا سفارش بدی، فقط پپسی دارن. و کوکاکولا صاحب مانستر، فانتا، اسپرایت و خود کوکاست. و ما اینجوری میشیم که وای یعنی کدومشون بهترن، در حالی که هیچ رقابتی نیست، همشون مال یه برندن. من پنامم و چیزایی رو بهت میگم که بقیه نمیگن. مرسی از اینکه ویدیومو دیدی.